زدن گردونه جدید این سیزن. من میخوام این AK47 رو بزنم. از نظر من گان AK47 بهتره. من با CPI بتل پس هم دارم میزنم. خیلی گنده است بک بگیرش. CPI هم تمام شد، میام اینو بزنم. خب نه این میایم اینجا دیگه اون کو از این چیزایی رو زدم. خدا تنبلر This is the burden I was fated to bear. I cannot escape it. آخرم همه گردونه تمپلا رو بچه ها دیدید 5 ثانیه روی تمپلا وایستاد. همه گردونه تمپلا رو الان بهتون توضیح میدم. این کومباتک زد، اینم نایفه، اینم چتر، این دست، این گانه، اینم اسکینه، اینم کالینکات، اینم ماشین، اینم اسنایپر. تمام شد. اینم 4 به همین سادگی. میایم استور یه چیزی for you. میخوام از تایپ 19 بزنم. چاپر بود. من الان باید کیو بکشم الان؟ از EM2 هم بزنم یه گردونه. خدایا یعنی EM2 رو بدی یا 7-8 روز ممنونتم. 7-8 روز چیه؟ اصلا اکتیویژن میافتادم به پات ولی نداده. الان میرم بازی رو پاک میکنم. بده دیگه گانو. خب میایم از گردونه ویوان هریس هم میزنیم. گردونه ویوان هریس هم میزنیم. ویوان خدایا ویوان هریس، خدایا ویوان هریس. اوه مای گاد. یعنی ویوان هریس رو نمیخواد من بدیم. نگاه من چند تا از ویوان زدم. من 20 تا از ویوان هریس زدم. نمیخواد ویوان هریس رو به من بده. 20 تا گردن نزدم از ویوان هریس. بچه ها لایک ها و کامنت های این ویدیو هر کدوم به 20 تا دونه برسه برای یکی از بچه ها. دوستان عزیز اینم بودش از ویدیوی گردونه زدن بنده و بنده. بله دیگه.